بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. امروز صحبت خواد کردیم در مورد نوع اول توحید ربوبیت. توحید قبلا تعریف کرده بودیم که توحید یکتا دانستن الله سبحانه و تعالی در ذات، در عبادات و در اسما و صفات بود. و ربوبیت از رب گرفته شده. رب به معنای تربیت دهنده، پرورش دهنده را میگه. پس توحید ربوبیت چگونه تعریف میکنیم؟ توحید ربوبیت میگیم که الله سبحانه و تعالی را یکتا دانستن در این که الله سبحانه و تعالی خالق است، رازق است، مالک است، متصرف است، تدبیر کننده امورات است. غیر الله سبحانه و تعالی کسی دیگه نیست. آسمان زمینه که تدبیر و کنترل میکنه کی است؟ الله سبحانه و تعالی. ما و انسان و مخلوقات کلش